بچه ها خوش اومد به این ویدیو دیگه از همون دارک نایت یا پارسا تیمکس. بچه امروز براتون یه اتچمنت M4 آوردم که قشنگ کاستوم روم رنگ دیگه مولتیو که ازش بعیده بدونم ولی خب عالی میزنه. بچه این گانه رو حتما بشینید، واقعا خیلی خفنه. ویدیوی 5 تا گان برتر لوداتم برای رنگ رو میذارم که حالا نمیگم که ولی دقیقا نمیگم، بذار بهتون بگم دقیق مشخص نیست کی براتون میذارم، ولی خب یه روزای نزدیکی. خب بریم که یه بازی کنیم بچه. M4 این چند روزه لجندش اومده، خیلی گنگه بچه. قبول دارید M4 مثلا چی میخواستم بگم، قبول دارید که مثلا یک هم نوب سگم باشید، خب بعد گان لجند یا پولی مثلا بیفته دستتون، مونه میزنید مثلا با یه پلیر گنگ، خب اینطوری بیام. حالا من گان افتاد دستم، واقعا خیلی خفن بود این دست، خیلی هم حال داد بچه ها. این که میخواستم چی بگم خدایا میخواستم بگم که بچه 17 دقیقه 17 و 31 ثانیه ویدیوه، به یکم حرف بزنم بچه ها. من تازه چیز کردم، تازه این چنل رو اندازی کردم و اینکه عجب شاکی خوردم اینجا. ولی حاجی بچه داشتم این گفتم چون مودم تغییر میکنه حاجی. میخواستم چی بگم بچه من این چنل رو تازه زدم و امیدوارم با کمک همدیگه بتونیم ببریمش بالا. و اینکه چی میخواستم بگم بچه الان خب که هیچ منبع درآمدی از یوتیوب نیست که منم ندارم و برای من فقط نیست الان فعلا، ولی بچه قول میدم اگه یه درآمدی داشته باشم، یه منبع درآمدی از یوتیوب داشته باشم، کاستوم رومای 5K CP میذارم. آره 5K CP یعنی فول گردونه، یه فول یه گردونه میذارم. ولی بچه فعلا که برای وضع کلا اقتصادی کشور چیزه فعلا در نمیتونم بذارم، ولی قول میدم که براتون بذارم. بعد این که بچه یه هر آموزشی که میخواید بذارم و داخل کامنت ها بذارید که من اون آموزش رو براتون بذارم. بله بچه ها راستی چی میخواستم بگم، لودات 5 گان برتر رو من براتون چیز میذارم، ولی به شرط که این ویدیو خیلی لایک بخوره. مثلا اگه لایک بخوره من براتون میذارم. خب اونو که میذارم حالا نمیدونم کی بچه ها، نتا واقعا خرابه الان، نت خونه مامان بزرگم اینا خیلی خوبه، یعنی من این پینگو که میبینید اصلا چه ریجستری داره با اونو بازیم. حالا اونم که جدید خریدن خیلی هم خفن گنگ. و این که بچه ها این که جدیدن بچه ها من چنل رو گذاشته بودم، چی میگم پشمام بچه، من چنل رو گذاشتم بعد این که خیلی هیت خوردم، خیلی بهم هیت دادن. حالا واقعا من یکم ناامید شدم، ویدیو رو همه پاک کردم. بعد دیگه اومدم گفتم بابا این کس شعرهایی که میگن برای من نباید مهم باشه. دوباره اومدم چنل رو اندازی کردم. و اینکه بله خدایا میخواستم چی بگم، میخواستم بگم که بچه این چنل یوتیوبی که داریم اگه سابامون یا همون مشترکمون به 20 نفر برسه، کانال کانال تلگرام هم رام اندازی میکنیم. اون که رام اندازی بشه کاستوم روم مثلا میتونم بگم ساعت 7 بعد از ظهر، یا مثلا بستگی داره چه روزایی مدرسه نمی یا دیدی مثلا آنلاین شدم گفتم بچه ها
بپرید بیاید تو کلاف، بیاید کاستوم روم پارتون کنم. نه یه کاستوم روم میذارم شما منو پاره کنید. خلاصه بچه این که میخواستم بگم جدیدن اکتیویژن خبری که داده خیلی پشمام ریخته بود آجی. چی گفته بود آجی؟ یا خدا چیز قبلا که گفته بود که میخواد اکانت رو پاک کنه، یعنی هرچی اکانت الان هست رو پاک کنه. خب هرچی اکانت الان هست رو میخواد پاک کنه. خب ما قبلا باور کردیم و بعد دیگه اسکول بازی رو گفتیم باشه بابا تو راست میگی. بعد دیگه ریده بودیم تو خودمون گفتیم که نه الان اکانتمون پاک میشه، نمیدونم اکانتمون پاک میشه، هرچی پول خرج کردیم میره یا اینا. بعد فهمیدیم الکیه. بعد دوباره الان خبر اومده که میخواد مثلا فردا دوباره اکانت ها پاک بشه. خب حالا من وایسادم فردا که شد دیدم که اصلا این همه شایعه است. و بچه اگه خبر از خود اکتیویژن میاد باور کنید. مثلا یه سایت ها هستن اکتیویژن از هر پیامی از اکتیویژن توییت میزنه اونا رو میذاره، حالا داخل یوتیوب یا اینستا. حالا من چوب این قضیه رو خوردم و پشمام ریخته بود. گفتم چیکار کنم چیکار نکنم بند نشیم. چیت زدم مثلا نه ریده بودم الکی که پا نمیشه. بعد یارو برای اینکه رد گم کنه گذاشته بود که به خاطر اینکه میخوایم روی وارزون موبایل تمرکز کنیم. من دیگه باور کردم. حالا دیگه دارم بهتون میگم چوب این قضیه رو نخورید. آره بچه‌ها جدیدن گانایی که باف میشن و دارن باف شدن و بهتون میگم M4 و AK47 که اصلا هیچ سیزنی نیست باف نشن. اصلا این دوتا گان هیچ وقت نرف نمیشن. لاشیا خیلی خوبن نرف نمیشن. نمیدونم چیه. حالا بریم در حرف بزنیم از قضیه دور نشیم. بچه این اتچمنتی که براتون گذاشتم مورد تست خودمه، یعنی گنگ ترین اتچمنته. بزن تو بازی پشماتون میریزه یه چیزی گنگ نایس. چی میخواستم بگم اینکه بچه این اتچمنت رو من داخل رنگ زدم، خیلی خفن بوده. داخل کاستوم روم هم جوابه، تا حدودی جوابه. داخل مولتی هم فکر نکنم زیاد جواب باشه، ولی فکر کنم تو اونم جوابه. حالا بریم جلوتر بهتون میگم. بچه من اینجا پشمام یه چند بار ریخت. اینجا پشما خودم ریخته بود. اینجا نگاه اینجا کشیدم، نگاه چه چیز گنگیه. بچه ها چه میخواستم بگم، اینجا پشما خودم ریخته بود. یه دقیقه به چیتری خودم پی بردم. به نازم من چیترم. نه با شوخی میکنم بچه ها، شوخی میکنم. این که چی به پی برد؟ این یارو با این موتور جدیده هست رو هوا معلقه میزنه. حالا جدیدم که نمیشه گفت. نگاه کنید یه بار این یه بار به من زد. نگاه کنید یه بار به من زد دمیج نخوردم. پشماتو میریزه بگم دمیج نخوردم. بار دوم هم میزنه. نگاه کن الان دوباره میاد. نه الان این نخورد. دور میزنه میاد. کی میخواد حالا دور میزنه میاد. خب اونجا که رو زمین مستقیم زد تو بدنم، خب اون دمیج نخوردم. اینم که خوابیدم دمیج نخوردم. یعنی پشمام چجوری بگم نمیدونم جریان چیه اصلا منطقی نیست. اینجا هم در اسموک زدیم. اینجا یه فکر کنم اینجا بود یه دونه بهم زد دمیج خوردم. نه بچه گفتیم الان اسکوادمون رو همین وایپ میکنه ریده بودیم تو خودمون. اینجا به هم زد بالاخره دمیج. بالاخره اشتباهی که کرد دور زد. اینجا دور زد. برای همین چون راه نباش نگاه همین گان من با 3-4 تا تیر انداختش. بنازم چیزی گنگه بچه. M4 اکتیویژن یه جدیدن نه اون
برای ریژن ایران، خب برای ریژن ایران مثل ریژن هند ارزون کرده. حالا نمیدونم باگ یا مثلا خود اکتیویژن کار کرده، هنوز معلوم نشده، هیچ کس نمیدونه. ولی بچه تا میتونید برید زیر پستای اکتیویژن ازش چیز کنید، تعریف کنید که مثلا بنویسید دمت گرم همینه بذار بمونه، که اگه باگم بود بذاره بمونه. آره خیلی خوب میشه دیگه. میشه ریژن ایران، یعنی اکانتایی هم که قبلا ریژن ایران بودن که اصلا ارزششون خیلی گان لجندری ندارن ولی خیلی گرون، خیلی مثلا زیاد ارزش ندارن چون ریژن ایران بودن، خیلی بعد پول خرجشون میکردی. الان مثل ریژن هند شدن و خیلی الان گرونتر شدن، یا همون بگم گرونتر. خلاصه بعد تکستشو بنویسید. بعد یه چی میگم بود، بعد یه ویدیو هم در مورد بچه این اتحاد کالاف براتون درست کنم. حالا 17 دقیقه چند دقیقه 6 دقیقه وقته، بشیم یکم حرف بزنیم، لم بدم. بچه به نظر من این اتحادی که راه افتاده واقعا اتحاد گنگ و خوبیه. به خاطر این اتحاد مثلا حالا امینی فرنو، حالا ریبر یا احمد لجند، اینا حالا اون دوتا رو اسمشون یادم رفت، یا با امید سیکس بود، دو نفر دیگه بود گفتم اسمشون یادم رفت. اینا مثلا امید سیکس یه ویدیو میذاره تنهایی، خب مثلا 30,000 تا بازدید داره، ولی با مثلا یه نفر یا 4 نفر دیگه ویدیو میذاره، اون ویدیوش میتره که 1000 تا ویو میخوره، 1000 تا ویو میخوره. خب پس بچه این دیاکو بود، آره دیاکو این اتحادو گذاشت. خب دیاکو بود، حالا من اسمشو زیاد یادم نیست بچه ها، اگه سوتی دادم ببخشید دیگه، نیمش نکن ببخشید، چی میگم ببخشید آقا معذرت، حالا دیگه سوتی دادم ببخشید. چی میخواستم بگم، آره همون دیاکو، حالا اگه سوتی دادم بازم ببخشید، چند باره دارم میگم، 4 باره دارم میگم. ولش کن بچه، همون که گفتم اتحاد رو راه انداخته و واقعا هم کار خیلی خوبی کرده، میدونید واقعا یه کار گنگ و ایزی و خفن کرده، به خاطر اینکه میخواسته کانتنت کالاف ایرانو نجات بده، کانتنت ویدیوهای یوتیوب ایرانو خب میخواسته نجات بده. داشتیم افت میکردیم، حالا میخواستم بگم افت میکردیم، یه همه حاشیه میزدن، مثلا یکی حاشیه میزد روی احمد لجند حاشیه میزد روی یه نفر دیگه. واقعا احمد لجند پسر خیلی گلی آجی، نمیدونم چرا همه حاشیه میزنن در موردش، به جای اینکه همدیگه رو حاشیه بسازن، فوش بدن، دوال فوشی بذارن، وقتی با هم دیگه اتحاد کنن. الان یه ویدیو بین اون اتحاد بیفته، شما بیشتر اونو میبینید یا ویدیو تکی یه نفر، خب معلومه اونو میبینید که اتحاد افتاده. خب پس بچه ها از این اتحاد چیز کنید، از این اتحاد حمایت کنید که حالا فقط این چند نفر، خود 6 نفر بودن یا 5 نفر، فقط 5 نفر نی، خیلی آدم دیگه هم هستن که داخل این اتحادن. حالا داخل این اتحادن که فکر کنم متین تیمکس هم یکی از اوناست داخل اتحاد، که بچه متین تیمکس خیلی خفن بود، من خودم خیلی دوستش دارم، الگوی من بنازم، خیلی الگوی کالافی من. مثلا گفتم حاجی این مثلا داره ویدیو میسازه، من ویدیو میذاشتم خب همش هیت بود، نه پشمام ریخته بود، همش هیت بود. نمیدونم یعنی میخواستم یه وایس بذارم بنویسم مشکل داری دیگه نذاشتم. بچه حالا
الان ببینید زبونم خوش شد، چقدر حرف زدم پشمام، ولی مهم نیست به خاطر داغشی های گلمه بنازم. خب بریم بچه ها، الان ساعت خدایا 10:45 دقیقه است، یعنی دیگه چیز نمونده تا 11. برای اینکه خواستم بگم ابوالفضل چی میخواستم بگم؟ میخواستم بگم اتچمنت هم آخر ویدیو هست، خیلی چیز گنگیه. و اینکه بچه حمایت کنید جونو من 2 ساعت وقتم مثلا میذارم تامنیل ویدیو مثلا ادیت ویدیو، تامنیل ویدیو، کلا پاره میشم. خب کلا 4 تا دونه لایک میخوره. حالا همون 4 تا دونه لایک هم دمتون گرم، واقعا خیلی کمک میکنید. کلا دارم میگم بچه دمتون بیشتر گرم اگه لایک و سابسکرایب رو بکوبید. بچه راستی اکتیویژن میگم، این یوتیوب با ایرانیا لجه، یعنی اگه مثلا 1000 تا ویو میخوره 300 تا لایک، اون 300 تا لایک رو همشونو کم میکنه، کلا 30 دونه لایک میمونه یا 20 دونه لایک. خب پس بچه برای همین اگه لایک میکنید یه کامنتی هم بذارید، حالا انگلیسی باشه که شما رو چیز کنه، حالا ایرانی هم باشه بهتر. کامنت بذارید که یوتیوب شما رو بات نشون نده. چون مثلا بچه من خیلی دیدم مثلا ویدیویی میذارن مثلا 1000 تا بازدید داشته، 300 تا مثلا لایک، ولی از اون 300 تا لایک 30 دونه لایک مونده. خب خودم یوتیوب با ایرانی‌ها مشکل داره یا نه خلاصه بچه داریم به دقایق آخر ویدیو میریم. خوشحال شدم باهاتون حرف زدم بچه ها، دوستتون دارم. تا ویدیوی دیگه بای. بچه ها داخل کامنت هم بنویسید چه ویدیویی میخوای براتون بذارم. تا ویدیوی دیگه بای. ماچ به کلاتون.